شرکت مونگا گفته اگر که 600 تا کارت فوتبالش رو بتونیم جمع بکنیم جایزه 200 میلیون تومانی میتونیم ببریم. میخوام ببینم چند تا از این بسته باید باز بکنیم تا به اون جایزه برسیم و چقدر خرجمون میشه. این بسته سوم، اون دو تای قبلی. این بسته سوم در هر بسته 5 تا هست و قیمتش هم 25 تومن. کارت اول مال تیم ملی ایتالیا است. اینایی که اینطوریان کیفیت زیاد خوبی ندارن، میبینید دوربرشون هم بده. حتی میبینید 600 تا کارت، این کارت 321 متولد 2002 1.83 قدشه، 45 میلیون یورو قیمتشه. کارت فیوری کارت خوبیه، مدافع فکر کنم آرسنال، شوتش پایینه. کارت 11 بعد از تیم ملی آرژانتینه. این خیلی هم چسبیدن. خب تیم ملی آرژانتین کارت 233 1995 1.85 22 میلیون قیمتشه. گیمنز و مدافع هست. کارت بعدی بایر لورکوزن 255 امضاش هم یه پیه 2002 1.83 قدشه، 40 میلیون یورو قیمتشه. هینکا پیه یه همچین اسم داره، مال کلمبیاست. شوتش 47. بعد از منچستر یونایتد 277 1999 1.89 65 میلیون یورو قیمتشه. دلیخت مدافع منچستر یونایتد. و بعدی هم بیسک از تیم اینتر 33 شوتش خیلی پایینه بخاطر اینکه مدافع. کارت 299.